الله عزوجل مرگ و حیات را آفریده تا که شما را آزمایش کند که چه کسی از شما عمل بهتر میکند. و همین گونه که از الله پاک فرموده در سوره عنکبوت در اولش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا مردم گمان دارن که ایمان میارن و اینا امتحان نمیشون، با سختی ها مواجه نمیشون؟ هرگز. البته ما امت پیشین ابتلا و امتحان کردیم، اونا با سختی ها مواجه کردیم. چرا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا، تا که الله عزوجل از طریق این ابتلا و آزمایش و این مصائب و این سختی ها مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی و صادق از دروغگو و مدعی تمیز و جدا بکند. یعنی ابتلا و آزمایش و امتحان این از لوازم راه اسلام، از امور لازمی راه انبیاء علیهم السلام می باشد، البته بر اساس حکمت الله عزوجل، که از جمله حکمت ها همین است که الله از طریق این ابتلا، این آزمایش و این سختی مقام بندش را بلند میکنه که همچو مقامات، همچو مرتبه را حتی با ادای بعضی از واجبات از خود کرده نمیتواند. بنابراین بعضی اوقات یک نفر در زندان یا که در بستر بیماری صبر میکنه، این بیماری، این اسارت، این ظلم از طرف دشمن، این همه از طرف الله عزوجل میدونه که در حکمت الهی است، لطف او است، صبر میکنه. میگه الله عزوجل ای آقا، ای پروردگار، من راضی هستم. قلبش مطمئن است، آرام است، من راضی هستم. بعضی اوقات صبر در همچو میدان، در میدان اسارت، در بستری بیماری، مرض، اجر و پاداش در همچو میدان، در همچو حالت. بعضی اوقات از اجری کسی که در میدان نبرد از اسلام دفاع میکنه، پاداشی این از اون بیشتر میباشد. مثل که بعضی از شهدای اسلام، بعضی از مردمایی که از این امت شهید محسوب میشوند، کسانی هستند که در بستر وفات میکنند، کسانی هستند که اونا در برابر یک بیماری عام، یک طاعون مثل بیماری کرونا امروزی، این نفر صبر میکنه، ای از طرف الله میداند و به این تسلیم میشود که از طرف رب من است، سید من است، خالق من است، به حکمت است، به رحمت الله است، به خیر من است، به صبر میکنه، غیر وفات میکنه، شهید میشه. چرا؟ به خاطر تسلیم شدن در برابر سرنوشت الهی، به خاطر تسلیم شدن در برابر مشیت الله عزوجل.